بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و الصلاة و السلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، خدمت شما خواهر گرامی و تمام بینندگان تلویزیون صدای حق و برنامه پاسخ به سوالات شرعی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید که همگی شما در خوبی و خوشی و سلامتی قرار داشته باشین و با عرض معذرتی که مثل که و هم خورد نیت و اینا برابر نبود و الحمدلله برابر شد به فضل الله تعالی. و دوستان عزیزان، در ابتدا باز هم خوبه که یادی داشته باشیم در مرحله اول از جریانی که امروز با او درگیر هستیم، ملت مظلوم فلسطین، که در همین شب و روزها شما ویدیوها و کلیپ ها ببینید که به چه قسم کودکان و خانه ها و زنها و بچه ها و بزرگان موسفید تیکه تیکه و پارچه پارچه میشن، کشته میشن و ظالمین و مستکبرین زمان این جنایت را انجام میدن به جلو و چشم همه. او کسایی که ادعای مثلا حکام کشورهای اسلامی که ادعای مسلمانی و دینداری دارن و همچنین به جلو به اصطلاح سازمان و ملل و دیگرایی که ادعا دارن که ما از حقوق بشر دفاع میکنیم، در حالی که این جنایات رو به چشم خود میبینند اما ساکتن و دم نمیزنن با کمال تعصب، یا اگر میگن یک چیزی میگن که عمل در پشت خود ندارد. الله تعالی به فضل و کرم خود ملت مظلوم فلسطین رو از این ظلم و از این جنایت نجات بدهد و مسلمانان رو بیداری عطا کند. و همچنین نسبت به ملت مظلوم افغانستان در مناطقی که سیل و طوفان اینها آمده، الله تعالی برایشان صبر نصیب کند و مریضانشون را شفای عاجل و کامل بدهد. کسایی اگر فوت شدن الله رحمتشان کند و برادران مسلمان رو توفیق بدهد که به یاری برادران و خواهران و اولاد خود بشتابند. و اما در رابطه به موضوعی که خواهر گرامی مطرح کردین، ظاهرا یعنی چون امروز عاشورا بوده، طبعا امروز بحث در همین مورد هست، اما قبل از اینکه من وارد این بحث بشم و جواب سوال شما، خیلی خوبه یک نکته تذکر بدم. شما در ضمن صحبت خود اینجا گفتین که در اول که در این روز ما اهل سنت روزه میگیریم و صدقه و خیرات میدیم. این جزء دوم درست نبود. این جزء دوم درست نبود. ما اهل سنت صدقه و خیرات می استاد، منظورم از همین شعله شیرین بود. نه، همون شعله شیرین هم نداریم، هیچ کدامش نداریم. نه شعله شیرینش داریم نه خیراتش داریم. اصلا کلا این چیزایی است که بدعت است و بعداً به وجود آمده. چیزی که در این روز ما داریم احادیث صحیح در صحیح بخاری، در صحیح مسلم و در عموم کتب حدیث، در کتب سته، در مسند امام احمد بن حنبل، تمام اهل سنت به روی اجماع و اتفاق دارن روز عاشورا هست که بله در حدیث آمده، کاملا ثابته، دیگه چیزی ثابت نیست. اما میرسیم به این مسئله که مثلا در اون کلیپی که توضیح دادم، در اون کلیپ خب اصل این جریان من اونجا تشریح کردم و از کتبی که تحقیق کردن نقل کردم، اما در اینجا یک مختصر بعضی مسائل توضیح میدم. ببینید دوستان عزیزان، یک تفاوت دیدگاهی بسیار ظریف در بین شیعه و اهل سنت نسبت به دین. اهل سنت میگن دین در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم از جانب الله به پیامبر نازل شد و با وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام شد، دین کامل شد. دین کامل شد و دین همون چیزی است که در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم به ایشان وحی شد. حالا بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه اینا جزء دین نیست، بلکه اینها چیست؟ اینها پیروان دین هستند. تاریخ دیگه در طول تاریخ صحابه، تابعین، تبع تابعین، اهل بیت، هر کس که هست تا به امروز اینها میشن پیروان دین و میشه تاریخ اسلام. و اصل دین چیست؟ قرآن و سنت که در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم. لذا توجه اهل سنت به طور عموم در طول تاریخ به طرف قرآن بوده و حدیث بوده و میگفتن مثلا این مسئله حلال است، این حرام است، این جایز است، این ناجایز است، این کار رو بکنید، این کار رو نکنید. میگفتن چی؟ مثلا قرآن چنین گفته، حدیث چنین گفته، در قرآن چنین آمده، در حدیث. و اگر جایی به اقوال صحابه یا اجماع امت احتجاج کردن یا دلیل گرفتن، و هم به خاطری که در قرآن بود دستور داده شده یا در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، مثل که در حدیث صحیح البخاری و صحیح مسلم آمده خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، بهترین قرنها قرن من است، بعداً قرن بعدی و بعداً قرن بعدی. و یا آیه 100 سوره توبه که دستور میده از مهاجرین و انصار اولین و سابقین پیروی بکنید و کسایی که پیروی بکنند یعنی به بهشت میرن. اینجا تشویق شده میگه والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار. خب به هر صورت حالا اینجا
تفاوت اینجا شما دقت کنید، اهل سنت به دین وقتی نگاه میکنن به آیات قرآن و احادیثی که در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما شیعه قرآن هم گذاشته یک طرف، احادیث هم گذاشته یک طرف، کل دین شده چی؟ بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم. لذا شما عموما ما میگیم که از زمان صحابه به بعد اینها همه چی بودن؟ مثلا پیروان دین بودن، مسلمانان بودن و اینها هیچ کدام معصوم نبودن. چی اهل بیتن، چی صحابه هن، چی تابعین، چی تبع تابعین، هیچ کدامشون معصوم نبودن و امکان داره خطا داشته باشن، لغزش داشته باشن و معصوم نیستن. اما چی هست ها؟ کسایی که قالب کارشان خوب است، قالب کارشان نیک هست، او را ما قبول داریم و او را ما تایید داریم و او الله تعالی در قرآن همین میگه فمن ثقلت موازینه، کسی که نامه اعمالش سنگین‌تر شد. نگفته کسی که 100% کارهای خوب کرد هیچ اشتباه نکرد، نه خیر، گفته هر کس که کارهای خوب و بیشتر بود و طبعا کسی که کارهای خوب و بیشتره حتما کارهای بدی هم کرده دیگه، اونا کمتره. به لحاظ به این اساس میره به بهشت میره، به او کم در مقابل اعمال نیک زیاد باش دیده میشه. و لحاظ ما به همین دیدگاه به تمام تاریخ اسلام میایم نگاه میکنیم و به این خاطر البته نسبت به اصحاب بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم همچون خلفای راشدین و بزرگان دیگر که پیامبر به اونا صراحتا وعده بهشت داده و آیات صریح قرآن کریم بهشتی بودن صحابه به طور عموم مطرح کرده. خیلی جالب است این آیه ببینیم، یعنی خیلی چون اهل سنت روششون همیه که میره به اصل آیات قرآن. اما شیعه چه کار میکنه؟ شیعه به عوض که آیه قرآن توجه بکنه میچسته در تاریخ طبری در فلان تاریخ در فلان جا چنین آمده و چنان آمده. گفتیم شیعه دین خود از چی میگیره؟ از تاریخ. او هم در تاریخ این روایت‌های دروغین، روایت‌های صحیح هر چی هست مخلوط است و هر چی آمده و خیلی کسا در اونجا قرض ورزی کردن، چیزای کم و زیاد کردن و علما عموما اینا رو توضیح دادن. حتی طبری خودش وقتی که کتاب خود نوشته میکنه در مقدمه تاریخ طبری نوشته کرده که روایاتی که من در این کتاب میارم سند رنی آورده، این سند رو نگاه کن. بعضی اوقات هم گفته اگه یک چیزی دیدی که نه عقل قبول میکرد، یعنی یک روایت آورده که هیچ عقل و نقلی او نمیپذیره، یعنی کاملا چیز مسخره است. در کتاب من میگه ما آوردم، میگه اینی که من تایید دارم، فقط بر اساس اون روایتی که از بعضی افراد شنیدم من نقل کردم، نه که یعنی او را قبول دارم. لذا پس در تاریخ طبری که از مهمترین کتب تاریخ است و همچنین کتب دیگر، هدف جمع آوری اخبار بوده. مثل امروز شبکه‌های خبری، شما فرض کنید یک شبکه‌ای باشه مسائل خبری کلا جمع کرده، فلانی چنین گفت، فلانی چنین گفت، فلانی چنین گفت، نظریات مختلف، اما یکی کدام یک راست گفت یا دروغ گفت، این دیگه میسپره به خود بیننده. مثلا این هم دقیقاً اومده همین کارو کرده که یعنی روایت جمع آوری کرده. حالا شیعه اومده او رو به خود چی درست کرده؟ دین درست کرده. اهل سنت چیکار کرده؟ میگه دین یعنی قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله. به این خاطر گفتم شما به چشم خود اگه فکر میکنین که این یک ادعا هست، میگم نه، شما ببینید که شیعه یک سره چسبیده به تاریخ. ما میگیم تاریخ بالکل همینجا اشتباه بوده، همین گناه، همین معصیت. این به دین چی ربطی داره؟ اصل دین تو یا محکم بگیر. چی مردم مصروف میکنی به یک چیز؟ اصلا خود جریان عاشورا یک جریان در تاریخ اتفاق افتاده، یک جریانی شده در تاریخ رفته مثل میلیون ها جریان دیگر. یعنی ای که حسین رضی الله عنه که در این روز به شهادت رسیده و بدون شک حسین رضی الله عنه محبوب پیامبر است و کسی که حسین رو دوست نداشته باشه پیامبر رو دوست نداره. این عقیده اهل سنت است و طبق حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که اللهم نسبت به حسن رضی الله عنه دیگه روایت نسبت به حسین هست، با الله من او را دوست دارم تو او را دوست داشته باش. حالا پس کسی که یعنی حسن و حسین رضی الله عنه دوست نداشته باشه در واقع پیامبر رو دوست نداره. و عقیده اهل سنت یک حب و محبت اهل بیت از جمله فرائض دینی است. در هر نماز خود میگیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. و در بین اهل سنت ببینید چقدر افراد هستن که نامشون حسن است، حسین است. من خودم دو پسر خاله دارم، یکی حسن یکی حسین. و خیلی جا دیگه هم شما دیده باشید در طول تاریخ اسلام هم چقدر علمای بزرگ نام حسن و حسین داشتن، مثل که نام عمر و نام ابوبکر داشتن. برای اهل سنت یعنی همه اینها محترم هستند. اما قطع نظر از مقام و منزلت حسین رضی الله عنه ما میبینیم کسای خیلی بالاتر از حسین رضی الله عنه در طول تاریخ کشته شده،
قرآن کریم به صراحت میگه و یقتلون النبیین بغیر الحق. از یهودیان، حالت یهودیان نقل میکنه که اینا پیامبران را به ناحق کشتن. یعنی پس پیامبرانی بودن در تاریخ که به ناحق کشته شدن و بدون شک مقام پیامبر، مقام حسین رضی الله عنه بالاتر از حسین رضی الله عنه، دوست الله هست، ولی الهی است، نواسه پیامبر است، در این شکی نیست. اما مقام پیامبر با جای خود را دارد دیگه. و کل آیه قرآن کریم چی میگه؟ میگه و کلا فضلنا علی العالمین، ما هر کدام از پیامبران را بر تمام عالمیان برتری دادیم. هیستری قرآن کریم است. پس لازم عقیده ما اهل سنتیه که کسی اگر به این عقیده باشه که کسی غیر از پیامبران بالاتر است، مسلمان نیست، از اسلام بیرون است، چون مخالف صریح قرآن کریم حرف زده. و لذا اگه قرار باشه ما بیاییم به خاطر موضوع جریان‌های تاریخی بچسبیم اینا رو به خود دین درست کنیم، بعد دیگه در طول تاریخ یک سره بگیم کدام پیامبر فوت شد، اصلا اینجا یک مشکل میآید که چرا پس الله متعال در قرآن کریم تاریخ هر کدام از پیامبران دقیق نگفته که در فلان تاریخ فوت شده تا ما عزاداری کنیم. وقتی عزاداری اینقدر موضوع مهم نیست که باید هر سالی انجام بشه و این اصل دین است، این از بین بره دین از بین میره. مثل که امروز شیعه امیر تبلیغ میکنه میگه اصلا عاشورا نباشه دین دیگه نیست. خب حالا چی؟ من میگم که اگر عزاداری نسبت به کشته شدن و فوت بزرگان دین اینقدر این مسئله مهمی بود، چرا الله متعال در قرآن کریم تاریخ یک پیامبر، تاریخ وفات او، کشته شدن او نیاورد تا این اصل دین رو ما خیلی کامل انجام بدیم؟ چرا چیز ساختگی؟ معلوم میشه پس اینا دین نیست. باز هم تذکر بدم، یعنی چی؟ شیعه تاریخ را عامل چی درست کرده؟ دین درست کرده. به همین خاطر شما ببینید شیعه یک سر چسبیده که او صحابی چنین کرد، او صحابی فلان کرد، او صحابه اونجا فلان، معاویه چنین کرده و علی بن ابی طالب فلان کرد، او فلان شخص چنین کرده و یک سر اینا چسبیده به اینا درست کرده دین. و بعدا هم میگه که معاویه کافر است، هر کس هم قبول داشته باشه گمراه است، چنین و چنان است و اینا کافر هستن، بیدین هستن و همچین حرفایی. اما قرآن کریم چی میگه؟ به مراجعه ما که دین خود از قرآن میگیریم. در رابطه تاریخ هم میام توضیح میدم شما. ببین آیه 95 سوره مبارکه چی ببخشید آیه 10 سوره مبارکه حدید. سوره حدید دوستا برن قرآن بردارن، شیعه سنی هر چی هست قرآن بردار نگاهی بکن. در اونجا چی آمده که لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح. ببینید در زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله دو دوره وجود داره. یک دوره قبل از فتح مکه هست، یک دوره بعد از فتح مکه. فتح مکه در سال 8 صورت گرفته و بعد اینجا گفته که کسایی که قبل از فتح مکه ایمان آوردن تا اون کسایی که بعد از فتح مکه ایمان آوردن اینا با هم برابر نیستن، چون قبل از فتح مکه مسلمانان ضعیف بودن، مشکلات و سختی ها زیاد بود. کسایی که در اون سختی ها، در اون مشکلات حق قبول کردن با اون کسایی که بعداً وقتی که پیروزی آمد ایمان آوردن اینا با هم برابر نیستن. حالا کسایی که قبل از فتح مکه ایمان آوردن مثل کی؟ ابوبکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی بن ابی طالب، بلال، ابو هریره و دیگه مثل چی؟ سعد بن ابی وقاص، طلحه بن عبید الله، زبیر بن عوام و دیگه عموما صحابه، بسیار اکثریت صحابه اینا قبل از فتح مکه ایمان آوردن. کسایی که بعد از فتح مکه ایمان آوردن مثل کی؟ مثل معاویه، مثل صفوان بن امیه، مثل قبیله تمیم در کل و عیینه بن حصن و جمعی دیگر، اینا همه بعد از فتح مکه ایمان آوردن. حالا اینا هرگز با هم برابر نیستن. خالد بن ولید هیچ وقت برابر نیست با ابوبکر صدیق یا با بلال یا با عبدالله بن مسعود یا حتی با ابو هریره برابر نیست. الله میگه اینا با هم برابر نیستن. خب یعنی چی؟ یعنی بیایم حالا به خالد بن ولید و عمرو بن عاص که بعد از فتح مکه ایمان آورده و معاویه به اینا توهین کنید. ببینیم قرآن چی میگه. میگه لا یستوی منکم، برابر نیست از شما، من کسی که انفق، یعنی حرف خود هیچ نمیگم، ترجمه تحت لفظ میکنم، برید شما در هر ترجمه از شیعه از سنی از هر کس میخواین ببینید، فقط ترجمه دقیق تحت لفظ. انفق که مصرف کرده پول خود را، من قبل الفتح، قبل از فتح مکه، و قاتل و جنگیده و جهاد کرده. اینها برابر نیستن با کی؟ با کسایی که بعد از فتح مکه است. خب چیکارن؟ اولئک آنان اعظم درجه اونها بزرگتر است، من الذین انفقوا من بعد، از کسایی که پول خود در راه الله مصرف کردن بعد از فتح مکه، اونا از اینا بالاترن. و قاتلوا، و اونایی که بعد از فتح مکه جهاد کردن، مثل معاویه که در جنگ تبوک در زمان عمر بن خطاب حضور داشته و چشم خود را در اونجا تبوک نه، جنگ یرموک داشت.
در جنگ یرموک اشتراک داشته و چشم خود را در اونجا از دست داده، در راه الله جهاد کرده. و بعد اینجا آخر چی میگه؟ خب اینا با هم برابر نیستن. حالا این چی؟ یعنی یک کار بعدی آدمای بدی هست. و کل وعد الله الحسنى. این آیه دیگه تمام شیعه از اول تا آخری رو همه برباد میکنه، چون شیعه تمام دین او بنا شده بر توهین صحابه، بر دشنام دادن صحابه. اما این آیه چی میگه؟ و کلا، و هر کدام از اینها را، چه قبل از فتح مکه مسلمان شده چه بعد از فتح مکه مسلمان شده، وعده کرده است که الله الحسنى به بهشت. آیه صریح قرآن میگه کسایی که قبل از فتح ایمان آوردن، کسایی که بعد از فتح مکه ایمان آوردن، الله اینها را وعده بهشت داده. اهل سنت عقیده خود میگید از آیات قرآن. اما شیعه چه کار میکنه؟ شیعه میگه تاریخ، معاویه در فلان جا چنین کرد، اونجا فلان کرد، اونجا چنین کرد. حالا ما میگیم نسبت به تاریخ چی میگیم؟ ما میگیم نسبت به تاریخ بسیاری از روایات تاریخی دروغ است. و اینم با توضیح بدم دوستان، ما یکی روایات حدیثی داریم که در کتب حدیث است، یکی روایات تاریخی که در کتب تاریخ است. این دو را با هم فرق کنیم، خیلی متوجه این فرق نیستن. در کتب حدیث مثل صحیح البخاری، صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، عموم کتب حدیث، اینها وقتی حدیث روایت میکنن سند میارن، در سند اینا دقت خیلی زیاد میکنن. یعنی در کتب حدیثی دقت خیلی زیاد شده، تمام روایات صحیح و ضعیف جدا شده، خیلی بررسی شده با ظرافت. اما به چه خاطر؟ چون در کتب حدیثی مسائل دین از او فهمیده میشه، از کتب حدیث دین گرفته میشه، حدیث پیامبر است. اما که بعضی مسائل تاریخی هم باز در این کتب آمده، یعنی از تاریخ اسلام، اما با سندهای خیلی دقت شده. البته اون جایی که سند صحیح باشه، باز جایی که ضعیف باشه علما گفتن ضعیف است. اما در کتب تاریخ این دقت به کار نرفته، توجه نشده و خشک و تر با هم جمع‌آوری شده. چرا؟ چون گفتن دین که از تاریخ گرفته نمیشه. تاریخ جمع‌آوری میکنه، مسائل تاریخی است، صحیح و ضعیف همه بالای هم جمع شده. به این خاطر از تاریخ دین گرفته نمیشه مگر روایات صحیحی که در کتب صحیح و معتبر باشه، اونم بازم دین از اون گرفته نمیشه. اونم میبینیم که جریان چگونه بود، از تاریخ درس میگیریم. خب حالا اینجا چی هست نسبت به تاریخ؟ ما میگیم چی میگیم؟ میگیم بسیاری از روایات تاریخی درست نیست. این که یک طرف، این نه که به هوا و هوس خود بگیم درست نیست، یعنی سند کاملا میریم بررسی میکنیم. مثل در جنگ جمل من کلیپ دارم، اونجا ببینید روایات کلا بررسی شده، این روایت صحیح است، این روایت ضعیف است، این روایت درست است، این روایت درست نیست. تو مثل اون دیگه کلیپایی که من دادم. خب به هر صورت روایاتی هم که صحیح هست دو حال داره. یک حال اینه که بسیاری از حالات اینا اختلافاتی که بین صحابه هست، اختلاف معاویه و علی بن ابی طالب، اختلاف دینی نیست، اختلاف دین نبوده، سر دین با هم اختلاف نداشتن، اختلاف سیاسی بوده، در یک مسئله سیاسی با هم اختلاف نظر داشتن. اما شیعه آماده، این دومی مشکل شیعه، یکی مشکل شیعه چه؟ دین از تاریخ گرفته، نه از قرآن و سنت. دوم این که به همین خاطر اکثر به تاریخ چسبیده. دوم دین که هست چه؟ اختلافات بین صحابه اختلاف دینی برای مردم جلوه میده، در حالی که اختلاف اونها دینی نبوده، سیاسی بود، اجتهادی بوده. مثلا چنین نبوده که معاویه به علی بن ابی طالب بگه تو کافری، تو گمراهی، تو بیدینی، یا بالعکس علی بن ابی طالب به معاویه یه حرف گفته باشه. هرگز نگفته تو آدم بدی، تو بیدینی، به دینی ربطی نداری. این نگفته، بلکه اختلافش روی چیه؟ روی موضوع سیاسی که قاتل یک شخص کشته شده، قاتل اون رو میخوان پیدا کنن. خب میشه مسائل سیاست یک دولت که دولت رو قاتلین رو چگونه پیدا بکنه، چگونه جزایشون رو بده. ولی حالا اینجا با اشاره دیگه با سیاست از دین جداست، این بحث دیگری است. یکی تطبیقات سیاسی است که اصل موضوع، مثلا اصل مسئله قصاص در نص صریح قرآن است، اما تطبیقات موضوعاتی است که میتونه محل اختلاف قرار بگیره، میشه موضوعاتی که دیگه اینجا نمیتونه بگیم این دین است یا او دین است، تطبیق نظر است، اجتهاد است. یک اجتهاد شاید از یک اجتهاد دیگه به نصوص دینی نزدیکتر باشه. به هر صورت علی بن ابی طالب یک دیدگاه خاصی داشته، معاویه رضی الله عنه یک دیدگاه خاصی داشته و عموم اهل سنت بالاتفاق گفتن حق به جانب علی بن ابی طالب بوده در این مسئله. اما در چی؟ در یک اختلاف سیاسی، نه اینکه اون طرف کافر بوده، یک اختلاف سیاسی داشتن، حق به این طرف بوده، اون طرف اشتباه کرده. خب حالا اینجا وقتی اشتباه کرده در خطای اجتهادی شخص معفو است،
چون به خاطر الله کوشش کرده، فکر و نیتش این بوده که به خاطر الله این کار انجام میده و دینت میخوای تطبیق کنه، اما اشتباه کرد. در این صورت طبق روایت که در صحیح البخاری داریم، کسی که در مسئله حاکمی که حکم کنه اگه به حق برسه دو میگیره به خطا بر یک نسبت به معاویه رضی الله عنه هم حرفه. حالا برو فرض کنیم معاویه به گفته شیعه که میگه معاویه حریص بوده، دنیا طلب بوده، چه میگه چنان بوده، بعضی جاها اینا به هوای نفس خود کار کرده. میگیم برو حمید برو بنا به گفته تو، اولا که قبول نمی‌کنیم ما اینه، اما برو به گفته تو هم این صفات بد داشته، اما صفات خوبی هم داشته. صفات خوب و بده الله تعالی روز قیامت اینا رو با هم وزن میکنه. خوبی ها که بیشتر میشه میره به بهشت میرسه و به همین خاطر آیه مبارکه میگه و کل وعد الله الحسنا، نه اینکه به خاطر که اون معصوم از هیچ گناه دیگه نمیکنه. پس به این خاطر نسبت به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در اختلافاتی که دارن میتونه اختلافات سیاسی است، نه اختلافات دینی یا اختلافات اجتهادی است. در برداشت از دین با اختلاف نظرهایی داشتن، اما در اصل دین هم مسلمان بودن. در جایی هم اگر یکی از اینها گناه کرده باشه، اشتباهی کرده باشه، معصوم که نیست، انسان یک خطا و اشتباهی میکنه، اما به خاطر این گناه ما حق نداریم اون رو بد بگیم. همین اختلاف نظر از اینا چی بود استاد؟ اگر میرم یک کمک آرزوی او باشه که او یک بحث مفصل دیگه نه کلیت بحث ما میذاره و تصویر بکشم که دوستان ذهنشون باز به دیگه طرف نره. کلیت بحث در طول تاریخ حالا چی جریان اختلاف معاویه و علی رضی الله عنهما، چی جریان حسن ابن علی، چی جریان حسین رضی الله عنه، چه هر کدامشون. نمیخوام به یک مسئله رفت بدون، چون هر کدام اینا از خود بحث دیگری داره، اما حرف اصلی که اختلاف سیاسی بوده. حالا فرض کنیم در یک جایی یکی از این صحابه هر کدام یک جای بالکل کاری کرده در مسائل تطبیقی گناه کرده، در این صورت چی؟ ما اون رو میتونیم بعد بگیم نه خیر. یک شاگرد شما در مدرسه مکتب آماده نمره گرفته 99 نمره، 98 نمره، 95 نمره، 5 نمره نگرفته. 5 نمره نگرفته چی؟ یعنی اشتباه کرده دیگه، یعنی خطا کرده، مخالف واقعیت جواب داده. حالا اینجا 95% یک صحابی کارهای خوب کرده، 5% جای اشتباه داره. حالا این میتونه این دیگه بیام این 5% بگیر، اون 95% فراموش کن. تمام تلاش هایی که به خاطر دین کرده، از خون خود گذشته، چشم خود در راه الله معاویه رضی الله عنه داده. بسیاری از کشورها به وسیله جهاد و مبارزه او به اسلام و ایمان مشرف شده. تاریخ با انصاف بیاین بخوانیم. چرا همون جایی میخوانیم که همین بدگویی کردن، دیگه جایی که مثلا خوبه هیچ دیگه نگاه نمی‌کنیم. اینو هر دو با هم ببینیم در روش. مثل این میمونه یک نفر بیاد نسبت به شخص شما یک سری بدیهای شما رو نوشته کنه، خوبی‌ها شما رو هیچ توجه نکنه. واقعا یک انسان در دنیا پیدا میشه در این دیگه خوب باشه، خوب پیدا نمیشه. لذا اهل سنت به این روش نگاه میکنن به جریان صحابه و جریان تاریخ اسلام. در پادشاهان بعدی هم همچنین. مثلا فرض کنیم در دوران بنی امیه یا دوران بنی العباس نگاه میکنیم، این پادشاهان و خلفایی که بودن، کارهایی که انجام دادن، کارهای خوب هم کردن، کارهای بد هم کردن. خب الان خوب و بد اینا هر دو میبینیم، بعد اون رد میکنیم، از تاریخ درس میگیریم، خوب اونم تایید میکنیم و از اون بازم درس میگیریم که این کار خوبی کرده، آفرین. اما این که حالا این بهشتیش جنت نیست، باز الله خود اون محاسبه میکنه کدام یک از اعمال او سنگین‌تر بوده و بیشتر بوده. تمام این تاریخ نسبت به ما کلش نمی جریان، اما نسبت به شیعه میشه تاریخ دین. این خیلی خوب توضیح دادم، ان شاء الله متوجه شده باشید که اصل چه چیز. حالا میایم دقیقاً در رابطه به مسئله چی حسین رضی الله عنه قبل از جریان حسن رضی الله عنه، ببینید، یا قبل از علی رضی الله عنه شما اشاره کردید. ببینید اصل مسئله این بوده، اختلاف از اینجا شروع شده. عده شورشی حمله کردن به مدینه و خلیفه مسلمین عثمان ابن عفان را به شهادت رساندند. و بعد از اینکه خلیفه به شهادت رسیده، صحابه جمع شده، همین افراد شورشی پیش علی بن ابی طالب رفتن که بیا خلیفه شو. گفتن نه شما خلیفه نه، شما کی اینجا خلیفه دارید. و دیگه بعدن پیش بعض زبیر رفتن، پیش بعضی دیگه صحابه رفتن، هیچ کدام قبول نکردن. بعدن خود صحابه مهاجرین و انصار جمع شدن، علی بن ابی طالب را به عنوان خلیفه تعیین کردن و او علی بن ابی طالب پذیرفت، به خاطر که مهاجرین و انصار مثل که ابوبکر را تعیین کردن، عمر را تعیین کردن، مران و رأی شورا مشوره کردن و اساس اکثریت آرا انتخاب شد. اکثریت آرا بلکه کل آرا بوده بر علی بن ابی طالب همه تعیین کردن.
خب بعد که خلیفه تعیین شده هیچ کس مخالفتی نداشته. و اینم بگیم معاویه در زمان خلافت عمر بن خطاب والی شام بوده. چون همین سوریه امروزی، البته سوریه و فلسطین و لبنان و این خیلی کشورهای دیگه اینو کلا جزء چی بوده، جزء به اصطلاح چی میگن شام بوده. و معاویه رضی الله عنه والی این منطقه بود از طرف عمر بن خطاب. در زمان عثمان رضی الله عنه باز همونجا والی بوده. علی بن ابی طالب که شد، بعداً به هر کدام از والی‌های خود نامه نوشت که بیعت کنیم با من که به خلیفه هستم و تایید کنیم. و معاویه رضی الله عنه اینجا نگفته من به اعتراض دارم روی مسئله خلافت، تو خلیفه‌ای من قبول ندارم، اصلا روی این بحث نکرده، بلکه بحثی کرده گفته درست اما اینجا خلیفه مسلمین کشته شده عثمان بن عفان، و عثمان بن عفان از خویشاوندان چی بوده؟ معاویه رضی الله عنه بوده. و معاویه میگفته که دیگه بچه‌های و دیگه افراد قدرتی ندارن، ما که توانایی دارم. اونجا شورشی‌ها اومدن به شهر زدن خلیفه مسلمین کشتن. و اینم بگیم که بعد از اینکه علی بن ابی طالب خلیفه شد همون شورشی‌ها بازم در مدینه بودن، چون تازه خلافت علی بن ابی طالب شده بود و این شورشی‌ها آمده بودن شهر در واقع گرفته بودن. علی بن ابی طالب هم قدرت نداشت که به یک باره اینا تسویه کنه، جلو اینها بگیره یا حتی دنبال قاتل عثمان رضی الله عنه بگرده. این هنوز قدرتش تثبیت نشده بود. به این خاطر اول رو باشه قدرت رو تثبیت بشه، همه با بیعت بکنن، بعداً به تدریج کارا رو انجام میدن. و کی معاویه رضی الله عنه گفت نه، اول باید قاتل بگیری، خلیفه مسلمین کشته شده، تو قاتل بگیر که من بعداً باز با تو بیعت کنم، ما با تو بیعت کنم، بعداً هم تو برو عزل از ولایت شام، بعداً این قاتلا برن دنبال کار خود. به این شکل که من قبول نمی‌کنم. اختلاف اینها این بوده، نه که در دین اختلاف داشتن، در یک مسئله سیاسی، در تطبیق یک مسئله که این اول بشه یا این اول بشه اختلاف نظر. و علما میگن سیدتر قول علی بن ابی طالب بوده، خلیفه مسلمین بوده و باید معاویه اطاعت میکرد. معاویه هم عذر خود داشته، برداشتش همین. خب به هر صورت بعد از این جریان و همین سبب شد که معاویه به جنگ علی بن ابی طالب نیامد. علی بن ابی طالب نیروی آماده کرد رفت به طرف معاویه و در بین راه در منطقه سفین اینا جنگی با هم کردن که در اثر جنگ البته اینجا باز دیگه بعضی مغرضین آمدن گفتن اینجا خیلی افراد کشته شده، 70,000 نفر. اینا دروغ است، همه معلوم نیست تعداد کشته شده اینجا چقدر نفر است. حتی صاحب علامه سلامی میگه فوق اینا شاید 200 نفر باشه. خیلی 70,000 نفر در جنگ یرموک که 200,000 نفر از دشمن بوده و 30,000 نفر از مسلمانان، در اونجا 70,000 نفر کشته نشد. در جنگ قادسیه که از بزرگترین جنگ ها بوده 7,000 نفر کشته شده، اینجا 70,000 نفر کشته شده. جنگ جمل هم اینا دروغ است که باز بعضی نقل کردن، اینا هیچ کدام اعتبار نداره، مبالغات است. علامه سلامی در کتاب خود تایید کرده فوق 200 نفر. خب به هر حال اینجا افرادی کشته شدن و بعداً باز آخر به نتیجه رسیدن که بیایم قرآن را بین خود حکم کنیم، صلح کنیم. لحاظ یک نماینده از این طرف تعیین شد، یک نماینده از این طرف تعیین شد، از طرف علی بن ابی طالب ابو موسی اشعری که امروز شیعه ابو موسی اشعری رو دشنام میده و توهین میکنه، در حالی که ابو موسی اشعری کسی است که علی بن ابی طالب او رو نماینده خود تعیین کرده. و ابو موسی اشعری کسی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در زندگی خود او را از طرف خود به طرف یمن به عنوان دعوتگر، قاضی، حاکم فرستاده. پیامبر همین قدر به او اعتماد داشته، اما شیعه امروز به ابو موسی اشعری دشنام میده، حتی که از جانب علی بن ابی طالب هم تعیین شده. و از طرف معاویه رضی الله عنه عمرو بن عاص رضی الله عنه تعیین شده. و عمرو بن عاص این از جمله کسایی که بعد از فتح مکه ایمان آوردن و قرآن میگه و کلا وعد الله الحسنی. و بعداً باز اینا که با هم گفتگو کردن، نتیجه گفتگو ایشان این شد که معاویه در چی باشد، در شام باشد و علی بن ابی طالب در کوفه در جای خود باشد. بس تمام. برای فعلا فقط همین قدر، او در جای خود، نه ای به ایال کار داشته باشه نه او، تا در آینده این مشکل حل بشه. برای فعلا همین که فیصله کرد. اما این فیصله کرد. اما بعضی وقتا اومدن گفتن نه ابو موسی عمرو بن عاص ابو موسی رو بازی داده، اینا هم بوقایس که درست کردن. روایت این است، اصل اینه که اینها توافق کردن ولی که به خاطر که جنگ نشه هر کدام بره در منطقه خود. و معاویه رفت به شام رفت و علی بن ابی طالب رفت به چی رفت؟ به کوفه. جنگ تمام شد، خلاص شد. و البته اینجا همینجا با خوارج پیدا شد، دو بحث دیگه است. این جریان بود تا زمانی که علی بن ابی طالب رضی الله عنه چی شد؟ شهید شد. و شهادت هم که یکی از نفرای خودش بود. چگونه که از نفرای خودش؟ از این کسایی که خود شیعه میگفتن،
از این کسایی که شیعه میگفتن عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، این آدم شیعه بود، این آدم در بین یاران علی بن ابی طالب بود. بعدن وقتی جریان صفین صلح صورت گرفت آمدن اینا خوارج شدن، گفتن علی بن ابی طالب کافر شده چون با معاویه صلح کرده، حکم به غیر ما انزل الله که دی کافر شد. حکم کفر علی بن ابی طالب خود یاران خودش، عده‌ای از یاران علی بن ابی طالب حکم به کفر خودش دادن و خوارج شدن. و حتی جالبه شمری که امروز شیعه اینقدر با شمر درگیر هستن، ما هم بیزاریم از این، ما هم از اون متنفریم، اما همیشه از جمله یاران علی بن ابی طالب بود. پدر او و خانواده اینا دوستان علی بن ابی طالب بودن که بعداً باز اینا به گمراهی رفتن، به حد رسیده که آخر علی بن ابی طالب را به شهادت رساندن و حسین بن علی را. و همچنین خلاصه آمد بدبخت عبدالرحمن